به نام خداوند آفریدگار گیتی و به نام عدل و انصاف و انسانیت. در قدم اول با عرض سلام خدمت همه حاضرین سمینار امروزی و ابراز تشکر از برگزار کنندگان این سمینار که جمع بزرگ با همه دشواری‌هایی که داشتن گرد هم آوردن و در کنار هم قرار دادن تا همه شخصیت‌های با مسئولیت، با احساس مسئولیت از هر تبار، از هر قوم، از هر منطقه، از هر مذهبی که بودن در کنار هم باشن و درد مشترک سرزمینی را که به او تعلق دارن و امروز مسما به نام افغانستان است، ایران مورد غور بررسی در جلای وطن، در دنیای به وطنی، در زیر سقف بیگانه ها مورد ارزیابی قرار بدن. و ما با دیدن این همه سیماها به شمال خودم و همیشه آیه حسرت در دل مالانه میکنه که ای کاش اگر حتی امی کارها را میتونستیم بکنیم در وطن خود میتونستیم و در بیرون از وطن زیر سقف بیگانه ها و با این فضایی که وجود داره ولی جبر زمان همه ما را رانده و به این سرنوشت دچار ساخته. این سرنوشت شومیسته که آینده چندین نسل با خود تعیین میکنه. چندین نسلی که مثل که پدرای ما، گذشته های ما با کردهای خود سرنوشت امروزی ما را تعیین کردن و ما محصول هر بعد حرفی که میزنیم، هر جنایت، هر جفا، هر خوبی و هر بدی را که سرش انگوش میگذاریم، این به خودی خود خلق ساعه به وجود نامده. این محصول زمان هاست، هم گذشته و هم حال، و این تاثیراتش به امروز باقی نمیمانه، به نسل‌های فردا، چون وبا سرایت میکنه و چندین نسل با خود مصاب میسازه. به حال جامعه‌ای که سرنوشتش گذشته شوم، حالش شوم و فردایش بی نور و بی رمق باشه. ما از این بدتر نمیتونیم که در زندگی خود برای خود تعریف توصیف از زندگی بکنیم. خب صحبت‌هایی را که جناب استانکزی صاحب، استاد فیض الله جلال پیرامون جنایت بشریت، جنایت جنگی، عدالت انتقالی ذکر کردن، حرفای خوبی بود. حرفای خوبی که ما و شما همگی با او آشنایی داریم، بارها شنیدیم و اوراق کتب مالامال از این نوشته هاست و درد و فریاد مردم ما هر کدامش خودش کتابی است که اگر 1000 بار خوانده شود باز هم به انتهای آن نمی رسیم. ما همیشه میگم که ما هزاران کتاب میخوانیم ولی یک کتاب بزرگی را که او را باید به دقت بخوانیم، برای یک بار بخوانیم و برای همیشه بخوانیم. همیشه نه سواد خواندنش داریم، نه اراده خواندنش داریم و نه توان خواندنش داریم و نه هم خواندیم. او کتاب قطور بزرگی به نام افغانستان، سرزمین جنگ ها، غارت ها، تمدن ها، انسان سوزی ها، هستی سوزی هاست که ما این سرزمین، این کتاب بزرگ تا وعده‌ای که به واقعیت نخوانیم و الفبای از زیرا که در ناله و زاری و فریاد و خونین قرنها در خاک خفته مردم جستجو نکنیم، ما هرگز نخواهد دانستیم که از روی کتابایی که نویسنده های شرقی یا غربی یا هموطنای ما نوشته کردن راه علاج درد خود پیدا بکنیم. به من موضوعی را حواله کردن که با کمال تصادف بر حسب تصادف که یکی از موضوعاتی است که ما باید به این دینمی در اوراق اینمی کتاب باید را مطالعه بکنیم که اوراق کتاب بر ما چی چیز نشان میده
وقتی که ما از جنایت علیه بشریت حرف میزنیم، جنایت جنگی حرف میزنیم، نسل کشی حرف میزنیم و بالاخره از جنگ حرف میزنیم، ما باید دیره در اوراق کتاب کوتور و بزرگ مملو از درد و رنج ها و غم ها و انسان های محروم کتاب امروز هم ما در هر کوپایه و در هر دشت و دره ازی سرگردان هستند و ما وطن باخته های سرگردان بدترین سرگردان های عزیزیم که در اینجا شدیم و در اینجا میخوایم صحبت کنیم و راه جستجو کنیم. ما باید همه دیره در اوراق کتاب بزرگ قطور افغانستان امروز دیروز فردا باید بخونیم. خب دوستا، از موضوع خارج نمیشیم. موضوعی را که به ما دادن در قید زمان 15 دقیقه با آنقدر درد بزرگ است که این با 15 دقیقه با آه کشیدن میشه تمام میشه. شما فقط با یک آه کشیدن این درد 15 دقیقه ولی درد نگفته میمانه، مثل که صد قرنها، دهها، سالها، ماهها و هفتهها و روزها گذشت. همه میفهمیدیم که در افغانستان چی میگذره و همه میفهمیدن، ولی درد خود نگفتن، رنج خود نگفتن و رنج ناگفته مردم افغانستان است که امروز بر ما هدیه دادم. بر ما عنوانی را حواله کردن که مرور بر تاریخچه جنایات جنگی در جامعه افغانستان. جنایات جنگی در ما اول یعنی جنایات جنگی میگیم، جنایات علیه بشریت میگیم، تاریخچه بشر. میخواین که یک دیگر بکشن. خب در اینجا البته ما ماهیت جنگ ها را تفکیک میکنیم. جنگ هایی که ما به نام عدالت برآمیخته و جنگ هایی که به نام به خاطر تصرف، اشغال، یعنی عکس العمل هر چیز مثل خودمون پدید است. در قانون نیوتن عمل و عکس العمل در برابر هم به اندازه متساوی و به جهات‌های مختلف است. بنان وقتی که ما از جنگ حرف میزنیم، جنگ با یک دست نمیشه. مثل که میگن برای پف کردن دو لب کار است، برای چک کردن دو دست. در جنگ هم دو جبهه به کار است. و در میدان جنگ وقتی که موضوع کشتن و مردن و کشتن حرف اصلی، پیام اصلیش است، ما در اونجا ما از هیچ نوع حق و حقوق به جز مردن و کشتن حرف زدن نمیتونیم. برای اینکه ما جنایت از بین ببریم باید جنگ، نابرابری، بی‌عدالتی و تسخیر انسان بالوسیله انسان باید از بین ببریم. ما با در نظر داشتی 15 دقیقه گفتم که 15 دقیقه حتی 15 ساعت به اندازه یک افق کشیدن است. وقتی که ما میخواهیم که در رابطه با این موضوع بزرگ، با این موضوع عظیمی که به بشریت تعلق داره، به سرزمین ما تعلق، به خانواده های ما تعلق، حتی به رابطه فرزند مادر پدرها تعلق داره. وقتی که دختر پدر به زور به قید نکاح یک پیرمرد 70 ساله میبره، وقتی که پدر بچه خدا وادار میکنه که به خاطر تامین منافع یا به خاطر چی ناموسیش بره و خواهر خدا بکشه، دختر خدا به بد بته و اینا ببینید که وقتی که ما از جنایت حرف میزنیم اینا همگی جنایت است، ولی جنایت های پذیرفته شده، جنایت های نهادینه شده، جنایت های قانونی شده. ما وقتی که از جنایت جنگی حرف میزنیم در طول تاریخ تا وقتی که بشر به وجود آمده
بشر خودش شناخته و چیزی به نام منفعت و قدرت در زندگی بشر خلق شده، این جنایت هم در پهلوش خلق شده. البته با وضع قوانین، از ورای مذاهب، از ورای فلسفه ها کوشش های به وجود آمده که این جنایت در جلوگیری شود، ولی با کمال تأسف هر قدری که مدنیت پیش رفت، جنایت پیش رفت و جنایت مدرنیته شد. چنانچه ما اگر امروز ما جنایتی را که در کره زمین جریان داره، از افغانستان تا اوکراین، از اوکراین تا غزه، از غزه تا امریکای لاتین و کجا و کجای دنیا و افریقا جریان داره، اگر مطالعه بکنیم جنایتی را که امروز جریان داره از جنگ عمومی دوم جهانی، از جنگ عمومی اول جهانی، از حمله اسکندر، از حمله چنگیز، از حمله تیمور، از حمله ناپلیون، از همه خونبارتر جنایت بارتر است. وقتی که امریکا به ناگازاکی و هیروشیما میره با دو بم انداختن، در یک ثانیه چندین هزار نفر زیر خاک میکنه و تاثیر ایران نه چنگیز کرده، نه هتلر کرده بود و نه ناپلیون کرده بود، ولی ما در عمل دیدیم است. و در افغانستان بیاین که ما صحبت به اون طرف، ما معلما عادت دارن حرفی را اگر شروع کنن حواشی گپ یکی پای دیگه در ذهنشان جاری میشه و اونا حد حرف خود کجا قطع کنیم خودشان. من مدت از ابتدای زندگیم تا آخرین رعده زندگیم که یعنی امروز باشه جز معلمی دیگه هیچ وظیفه‌ای نداشتم. به این خاطر یک کمی گپ زدن، حرف زدن از برکت معلمی آموختم، ولی کوشش میکنم که حرفم از چوکات حرف بیرون نشوه. ما در افغانستان جنایت به 4 عامل تقسیم میکنم. جنایات جنگی را، جنایات علیه بشریت، جنایات علیه ارزش‌های انسانی را به 4 عامل مربوط میدانیم. اول مسئله جنایت و قدرت و حاکمیت. جنگ قدرت، جنگ حاکمیت در افغانستان منشأ و منبع همه جنایت ها بوده و جنایت به خاطر کسب قدرت هیچ حد مرد قانون به خود نوشته در کتاب نمیشناسه، او فقط منفعت میشناسه و منفعت گرداننده هایی که با هدف تصاحب قدرت به محور از او خود عیار میسازن. و اینجاست که جنایت با جنایت های قومی، جنایت ماهیت قومی، جنایت ماهیت دولتی، جنایت ماهیت مذهبی، جنایت ماهیت ایدئولوژیکی پیدا میکنه. 4 عامل گفتم. اصل مسئله منوطت به قدرت و منافع و اسبابش چی میشه؟ قوم، قبیله وسیله میشه، مذهب وسیله میشه، ایدئولوژی وسیله میشه، نژاد وسیله میشه، منطقه وسیله میشه، قبیله و منطقه و حتی خانواده وسیله میشه و در نهایت دولت در اختیار جنایت قرار میگیره به خاطر تأمین منافع حاکمین. دولت وقتی که ما در افغانستان دولت مدرن، حتی دولت های مدرن امروزی هم به شکل از اشکال با یک چهره دیگه اگر شما در عمق داخل شوین، دولت امریکا، دولت های اتحادیه اروپا، دولت های همگی در برخورد با مسئله قدرت همه جنایت ها را بر خود چی میسازن؟ بر خود حلال میسازن. بنان در یک کشور هم وقتی که دولت با ماهیت قدرت، انحصار، تمامیت طلبی از وجود میکنه، او جنایت بر خود حلال میسازه و قومیت، قبیله را ماهیت برش القاه میکنه که تو
تو حق داری که هر کاری که بکنی، به خاطر از که تو از حاکمیت، از حق حاکمیت خود دفاع میکنی. یعنی اینجاست که حقوق باید حق حاکمیت در یک جامعه تعریف بکنم. و حرف تعریف نشده حق حاکمیت در جامعه اینجاست که حاکمیت قبیلوی میکنه و زور و اقتدار به دست قبیله سالار میده و قبیله سالار جامعه خود، برده خود، رعیت خود میسازه و بدترین نوع استبداد او دوم قبیله‌ای که خود سر قبیله است در اونجا اعمال میکنه و بدترین است که با وجود آمدن مرزهای قبیلوی جنایت مرزبندی میشه. این طرف خط از توست، آن طرف خط از دشمنت است و تو در برابر دشمنت هر چی که میخوای بکو انجام بده. این یک عامل است. مذهب که در خدمت جنایت قرار میگیره، میگه که تو هر آن دشمنی را که دشمن مذهبت است به قتل برسان. شیعه را بکش، تو بکش تو باید بهشت میری. و یا به شیعه میگه که تو بکش که در شب محرم، در شب تو چی که با امرای امام حسین تو در بهشت چی داخل شوی. این مذهب است، مذهب انحرافی که در خدمت جنایت مستقیم قرار میگیره. و ایدئولوژی که بدبختانه در جامعه افغانستان روی آوردن با فراگیری ایدئولوژی های چپ و راست بر امید ای بود که جامعه افغانستان از شر مناسبات ناعادلانه و خفکن و بیرحمانه نجات پیدا بکنم. اما با کمال یأس ما دیدیم که هر زمامداری که با آیا هم قبیله را با خود آورد، هم قبیله را، هم قوم، هم نژاد و در پهلویش عنصر ایدئولوژی را هم علاوه کرد و بعضات ایدئولوژی این خلقی است، این پرچمی است، این اخوانی است، این شوروی است، این سازایی است، این سامایی است، این است. بنابراین هر کسی که فکر مخالف با یکی دیگه داشت او را گفت تو بکش، تو حق داری. و این فاجعه بود در جامعه افغانستان. ما گفتم که کتاب قطوری را که ما در افغانستان به نام افغانستان داریم این ناخوانده است و ما باید الفبای این کتاب باید فرا بگیریم. تا وقتی که کتاب نخوانیم ما هیچ قانون دنیا به درد ما نمیخوره و خود خداوند پیغمبرم دوباره در سرزمین نازل بکنه نمیتونه در افغانستان مناسبات عادلانه را با وجود بیاره. تا وقتی که من توی که اینم یه چستیم این خواندنه با الفبایی که لازم داره، با الفبایی که وجود داره بخوانیم، افغانستان را بشناسیم و برای بیرون کشیدن افغانستان از این مخمته با هم صادقانه، با ایمان، با وجدان، با صداقت در کنار هم قرار بگیریم. قوم پرستی، نژاد پرستی، قبیله پرستی، زبان پرستی، منطقه پرستی، گذشته پرستی که ما از بس که تهیده است از حال هستیم، هیچ چیز برای گفتن به امروز نداریم. با استخوان‌های مرده 5000 ساله 10000 سال میچن پلانی تمدن 5000 ساله 10000 ساله بدبخت تو امروز حداقل 5 روزه زندگی خوشبخت مردم بر ما بگو، ما تمدن 5000 ساله تو را بر تو همینش قبول میکنم. آیا بالاتر از این جامعه به بدبختی دچار شدن میتونه؟ وقت ما خب خدا چی شما میگین مگر این عزیزایی که نوبت سخن دارن وقت از اینا را دردها زیاد است. ما اگر یک به یک بگوییم که جنایتی را که در جنگ بین ابدالی و غلجایی ها در قندهار در تاریخ به وقوع پیوسته، جنایتی را که در حملاتی که یعنی شاهان و امیران ما در سر تا سر افغانستان در به گفته تاریخ تاج تواریخ چی که ممالک محروسه ترکستان و افغانستان زمان عبدالرحمن اگر در او مراجعه بکنیم
سر تا سر افغانستان با خاک شسته شده. حتی این دولت مترقی امانی را وقتی که از قندهار به طرف کابل میاره، در مسیر راه غلجی ها را چه رقم قتل عام میکنه. این جنایت است. وقتی که احمد خان عبدالی حتی عبدالغنی خان پدرخوانده خوده، نور احمد خان علی زهیره در ظرف یک روز 30,000 نفر به خاطر تحکیم سلطنت خود به قتل میرسونه. این جنایت جنگی است. وقتی که ما امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن به صفحات به طرف هزارجات و به طرف نورستان و به طرف شینوار و به طرف به قتل عام مخالفین خود میپردازند، همه جنایت های جنگی است. وقتی که ما با نادر مردم شمالی را با امضا کردن با پای قرآن امضا میکنه و حبیب الله کلکانی را بعد از امضا کردن با چی به قتل میرسونه و بعد از او با جریده انیس به اصلاح تبدیل میشه و در اخبار که نوشته میشه که قماندان موظف جبهه شمالی اینقدر طلا، اینقدر نقره، اینقدر چیدر و اینقدر چشم آورد. بخونین تا اخبار تفاوت بکن. این جنایت جنگی است. وقتی که به نام ابراهیم بیگ لقی در صفحات شمال عرض وجود میکنه و او در مبارزه بر علیه روس‌ها چی دنجه میاره و او را وقتی که تعقیب میکنن و او از دریا او طرف میره، از قطغن و بدخشان و فاریاب و چی به هزاران نفر به نام لقی ها با پای پیاده میارن، اکثرشان در راه. شما تاریخ جلد دوم غبار بخونین در اونجا. خب اینا همه جنایت های جنگی است. طفله ها در پیرمرد ها در دره ها و کوه ها که انداخته میشه. شما تاریخ خود ما را بخونیم. وقتی که قوم صافی، قوم نورستان به نام مسلمان ساختن، اینا چه رقم جفا می و یا اینمی آخرین مرحله که اینمی طالبا دور دوم بودن، قوم اسکزیره، قوم جنرال عبدالرازق تو به طفل گهواره‌ایش رحم نمیکنن. این جنایت جنگی است. ولی این جنایت ها را سرمنشهش به کجا مربوط میشه؟ باز هم به 4 عامل: قومی ساختن جنایت و حاکمیت، قبیلوی ساختن حاکمیت جنایت، ایدئولوژیکی ساختن جنگ و جنایت، مذهبی ساختن جنگ و جنایت و نژادی ساختن و حتی زبان و فرهنگی ساختن جنگ و جنایت که ما باید درباره محققین گرانقدر ما یک آدم نظامی هستم، ما نه حقوق خواندم و نه ادبیات، ولی دردهای جامعه مرا به این قدر یاد داده که درد خود به زبان خود بیان کرده بتانم. امیدوارم که عرض حال خدمت شما کرده باشم و توجه دانشمندان را جلب میکنیم که پایه های تحقیق بر مبنای تحقیقات میدانی پیرامون واقعیت های جامعه افغانستان بنا کنیم و فصل نو، باب نو در رابطه با افغانستان شناسی باز کنیم. تشکر از توجه شما. یک جهان تشکر از جناب استاد گرامی توردقل میمنگی که